سلام دوستای خوبم، خوبین؟ چه خبر؟ خب بریم برای خاطره سوم از دوران مدرسه و اول ابتدایی من. خب اون سالی که من اول ابتدایی بودم اواخر جنگ بود، یعنی دیگه داشت تموم میشد ولی هنوز تموم نشده بود. یعنی من کلاس میرفتم، خیلی موقع تعطیل بود، خیلی موقع معلم نمی اومد و خلاصه می اومد خرچنگ قورباغه به ما یه چیزا یاد میداد و میرفت. ما هم خب چون کسی نبود که تکالیفمون رو مرور کنه و بگه این چه خطیه، چرا اینجوری نوشتی، فقط به بازی فکر می‌کردیم الکی چیزی بنویسیم و بریم مدرسه و بیایم. یادم اون زمانه که میرفتیم تو راه مدرسه قشنگ اون خونه هایی که خراب شده بودن از جنگ و میدیدیم و همیشه ذهنم مشغول این بود که خدایا اینا تو خونه بودن این اتفاق افتاده، بچه همسن من داشتن، و یا اینکه پدر مادره هستش بچه نیست، بچه هست و پدر مادرش نیست، چه اتفاقی برشون افتاده. همیشه ذهنمون درگیر این چیزا بود و ترس و وحشت. خلاصه این که معلم ما هم که اصلا توی مدرسه نبود و می اومد نمی اومد، ما میرفتیم نمیرفتیم. آخر سال بود کلا گفتن که مریض شده و دیگه نمیاد، این یه ماه آخر رو یه ناظمی بود اون میاد بالا سرتون، جونم براتون بگه. این ناظم اومد یهویی اولین جلسه بهمون گفت که فردا تکالیف رو میبینم، هر کی بدخط کثیف نوشته باشه باید تمام تکالیف رو از اول سال دوباره بنویسه. همه بچه ها موندن شوکه شدن که خب ما هیچ کس بالا سرمون نبوده، نگاه نکرده و قراره چیکار کنیم و اینا، که هیچی. من رفتم دوباره چیکار نکنم. اون موقع اول دبستان بودیم و همه رو با مداد نوشته بودیم دیگه. رفتم خونه چیکار کردم، تنها چیزی که به ذهنم گفتم من نمیتونم یه روز این همه رو بنویسم که 2 صفحه اول دفتر و 2 صفحه آخر دفتر رو پاک کردم و دوباره این 2 صفحه رو تمیز و مرتب نوشتم. گفتم دیگه این که نمیاد همه رو برق بزنه، یه اول دفتر ببینه یه آخر دفتر. آقا این معلمم اومد همه رو یک زدم، گفت آره میخوای به من کلک بزنی، برو همه از اول بزن. خلاصه خیلی از بچه ها رو که یکیش من بودم و مجبور کرد که از اول هر چی که نوشته بودیم و تمیز و مرتبی توی دفتر دیگه بنویسیم و این کارش تو ذهن من موند. بگم من اصلا اسم معلم اول دبستانم یادم نیست چون که اصلا نبود و این دوباره نوشتن اول سال تا آخر سال تکالیف تو ذهن من موند و یه خاطره شد از اول دبستانم. شما چه خاطره‌ای دارید از اون سالی که تو ذهنتون مونده؟ برام بنویسید، خوشحال میشم.